پسرش بالغ شده 100 تا دختر همسایه میاره جلوی پسرش. پسرم این دختر میخوای، این دختر میخوای، دختر عمت میخوای، دختر خالت میخوای، چادرم سرت بکن، سرم بکنم برم خواستگاریت. ولی آیا پدری و مادری به دخترش گفته دخترم نیاز به شوهر ندارید؟ خجالت میکشم. من که ندیدم تو این دور زمان، خیلی کم، یه پدری که 2 تا دختر داره به جوانی تو مسجد تو جامعه تحصیل کرده است، مؤمن خوبه، متواضع است، پاک با تقواست، متواضع، برای امرار معاشش هم داره تلاش میکنه. پسرم با دختر من ازدواج نمی کنید؟ همین میخوایم پسر رو چه داماد بکنیم. اون یکی غریزه داره، یکی غریزه نداره.